در ولسوالی 4 آسیاب کابل نشسته به هدف آگاهی‌دهی عامه درباره زیان‌های استفاده از مواد مخدر برگزار گردید. چې دغه شی ځان ته پیشه ګرځولي، شراب خرڅوي، چرس خرڅوي، تزریقي وسایل خرڅوي، د ده ګټه حرامه ده. حتی علماو لیکلي چې دا مړی کور ته راوړي او دی بسم الله الرحمن الرحیم ورباندې ووایي، وایي خیف علیه الکفر، په دغه انسان باندې د کفر ویره ده چې خدای نخواسته دی کافر له دنیا نه تیر نسي، ځکه حرامو ته بسم الله وویلي. هر هغه څوک چې د موږ داسې جامعې کې په واسطه د دغو شیانو د نشهیي توکو پیسې لاسته راوړي، نو دا به څنګه وي ورونو؟ دا چې دا مثلا د کفر ویره ده او ګټه حرامه ده، پیسې حرامې دي، نه لمونځ قبلیږي، نه روزه قبلیږي، او د داسې پیسو که زکات ورکړي زکات هم نه کیږي. این نشست به ابتکار امنیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله و با همکاری ادارات مربوطه برگزار شد. در چارچوب تلاش‌ها برای جلوگیری از استفاده و قاچاق مواد مخدر در جامعه، چنین برنامه‌های آگاهی‌دهی با همکاری بزرگان قومی، متنفذین محل و علمای دینی در ولسوالی‌ها و مناطق مختلف کابل راه اندازی می‌گردد تا جوانان از زیان‌های مواد مخدر آگاه شده و از استفاده و قاچاق آن جلوگیری شود. هدف او مقصد زمون او تاسو د نننۍ د غونډې او دغه مجلس او دغه محفل آغا د مخدره موادو د استعمال آغا اضرار او ضررونه بیانول دي، آگاهی خلکو ته ورکول دي، ولس ته اعتیاد به مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر 100% بند شده نمیتونه، اما جلوگیری میشه. زمان جلوگیری میشه که علما متنفذین با دولت همکار باشند. علما از طریق منابر مساجد در هر هفته 2 دقیقه ازار مواد مخدر به مردم بیان بکنند. چرا به هر چیز ربط داره. طلاقای نابسامانی که امروز وجود داره، دزدی هایی که وجود داره، در زندان ها برین، اگر 50 نفر بندی باشه 25 نفرش کسایی است که یا معتاد است یا قاچاقبر یا دخیل است به نحوی. در این مراسم شماری از بزرگان قومی، علمای دینی و نمایندگان شوراهای محلی ولسوالی 4 آسیاب سخنرانی نموده و درباره زیانهای مواد مخدر صحبت کردند. آنان اظهار داشتند که در سالهای اخیر به درمان معتادین توجه ویژه صورت گرفته و صدها هزار تن از معتادین از شهر کابل و سایر ولایات کشور به شفاخانه‌ها و مراکز تداوی معرفی شدند که جامعه را از یک بحران بزرگ نجات داده است. نظر به سالهای گذشته معتادینی که بودن اصلا فعلا نه در سرک نه در کوچه وجود دارند، اما از یک چیز بیاین چشم پوشی نکنیم که در بعض جایها جوانای ما به مواد مخدر که تبلیت که هست مبتلا شدند. پس این مسئولیتش کی داره؟ مسئولیتش امی بزرگای متنفذینی که در اونجا اگر وکیل گذر است، اگر متنفذ است، ما مواد مخدر ولسوالی 4 آسیا وجود داره، میتونن که اطلاعش بدن تا جلو همچو کسا گرفته شود که تا دیگرها را معتاد نسازن و جلو کسی که امی تابلتکر به افغانستان وارد میکنه و به جوانای ما میرسه و امی کسایی که به فروش میرسانه تا از این خلاصی پیدا بکنن. مواد مخدر در دنیا هست. اگر آمریکا را بگوین، اگر ترکیه را بگوین، اگر آلمان را برین، اگر فرانسه برین، همه کشورهای دنیا این دامنگیرشان است. اما مبارزه واقعی که شما، اما باز هم تاکید میکنم کسایی که قاچاق کلان مواد مخدر میکنه اونا باید اگر ارشد مجازات نمیشن حداقل بالاتر از 10 سال بره در پشت میلای زندان. سخنرانان همچنان گفتند که در حال حاضر کشت مواد مخدر در کشور به گونه کامل متوقف شده است، اما شماری از مواد مخدر مصنوی به گونه قاچاق وارد کشور می شود و مسئولیت هر فرد است تا در شناسایی و بازداشت عاملان آن با ادارات حکومتی همکاری کنند.